چیکن آلفردو که طرفدارم زیاد داره. دیگه هم لازم نیست بابتش کلی هزینه تو فست فودیا پرداخت کنیم. یه رمزی هم میخوام واسه این کش پنیرش بهت یاد بدم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. سینه مرغامون از وسط باز میکنیم، میکوبیمش، با ادویه ها و روغن زیتون مزه‌دار میکنیم، میذاریم کنار. بعد میریم سراغ درست کردن خمیرش که تمام نکاتش رو تو کپشن براتون مینویسم. خمیرمون که آماده شد، حسابی ورزش دادیم، تو کاسه چرب شده میذاریم، روشو میکشیم، حدود 2 ساعت میذاریم جای گرم و تاریک تا استراحت کنه. سینه مرغامون رو گریل میکنیم، جمع میکنیم تو همون تاب، قارچ رو تفت میدیم. قارچ که تفت خورد، کره رو ذوب میکنیم با سیر. عطر سیر که بلند شد، خامه و شیر و ادویه ها و جوز هندی و پنیر پارمزان رو بهش اضافه میکنیم. قارچ هم میریزیم روش. این میشه سس آلفردومون. خمیرمون رو تو قالب پهن میکنیم، از سس آلفردو میریزیم روش پنیر پیتزا و اسپری آب که همون نکته مهمشه. سینه مرغای گریل شدهمون هم برش میزنیم، روش هم پنیر پارمزان میذاریم و میره تو فرن. نوش جونتون.